بحث سر اینه که ما اول آیین و سنن خودمون رو درست حسابی به جا بیاریم، بعد اگه شادی هامون کم اومد بریم سراغ آیین بقیه و وحشی بازی و اینا. ما فراموش میکنیم، بعد کلن یادمون میره، بعد ازمون گرفته میشه، بعد حالا میای میزنیم تو سر خودمون که آقا به خدا این مال ما بوده، به خدا اجداد ما این رو یه جوری با شکوه برگزار میکردن، ازمون میگیرن. همونطور که مولانا رو گرفتن، همونطور که ساز تار رو گرفتن. بعد همین سازمان ملل یا کاخ سفید، کاخ سیاه، کاخ صورتی میان سفره 7 سین پهن میکنن، رو سردراشون شعر پارسی حک میکنن، بعد مثلا با منشور کوروش میخوان که توی دنیا صلح برقرار کنن. مسئله نیست، دمشونم گرم. خب میگی مال فارسی زبونا بوده، مال ایرانیا بوده، مال اجدادمون بوده، سند که نزدن به اسممون، بذار انجام بدن. ولی اول خودمون درست و حسابی و با شکوه و با عظمت انجام بدیم، نه اینکه وسط چهارشنبه سوریامون بیایم خمپاره بندازیم که بچه هامونم ببینن، یاد بگیرن، فراموش نشه، مثل خیلی از جشنها و چیزای دیگمون. وگرنه فردا روزم همین شب چله و 13 به در و نمیدونم چی و چی هم ازمون میگیرن، میزنن به اسم خودشون یه سند زیرخاکی هم رو میکنن، میگن نمیدونم سال چند قبل از میلاد آقای روبرتو دیوید ابن کریستوفر نولان داشته از اونجا رد میشده، یه سفره 7 سین پهن کرده، بعدش هم میان فیلمشو میسازن، ما هم برمیداریم تو فضای مجازی به همدیگه نشون میدیم، میگیم اینو دیدی؟ این اصلا مال ما نبوده، ما داشتیم ادای اونا رو در میآوردیم. خنده نداره، واقعا خنده نداره. باید نشست و گریه کرد. به اینقدر از خودمون نبودن باید گریه کرد.